سیگار منو بده. الو سلام. ببین الان من پیش همین خداپوری نشستم، میخواد باهات حرف بزنه، بیا باش صحبت کن. گوشی؟ سلام بچه جون. آقا درود بر شما. سلام. مخلصم. فداتم. خوبی شما؟ ممنون. شما لوکیشن می‌خواستی؟ زنده باشی قربونت. آره کجا اینجا من بیام به صحبتی داشته باشیم با هم دیگه؟ اینجا نمیشه. رفیقمونو کجا بردی سلطان؟ اوکیه، جاش امنه. خیال شما راحت. جاش که امنه میدونم. کجا هستین حالا؟ نمیدونم، یا شاید بریم رودبار، شاید بریم بندر، معلوم نیست. گوشی رو میدی به خودش؟ بارگیریه، سخته، تحملش کن. چیه؟ میگم بارگیری سخته، تحملش کن. کارش ریسک داره ولی سرمایه میخواد. من کاری ندارم. این رفیق ما اون چنان چیز نیست، حرفه‌ای نیست. میدونم الان آماتوره، بعدا درستش میکنم. آره. به من میگم آره. پوریا. ببین عرضم به خدمتت که اصلا به دردت نمیخوره. خب من اینو بهش کار دادم، بهش پول دادم. من تو روح این شوتیا دیدم که تو ماشین، من میگم تو روحش شوتیا دیدم. چی دیدی؟ تو روحش شوتیا دیدم. میگم این استعدادشو داره، چرا داری رفیقتو تلف میکنی؟ نه ببین کاری با استعدادش ندارم. خب این کار به دردش نمیخوره. میدونم ثبت داشته باش. به من میگم پوریا. حالا بگو من بیام صحبت کنیم، شاید اصلا من خودم بهت ماشین باشه، از محل میبریمش بیرون، بعدم میگیم زنگت بزنه. کاری باری داشت. گوشی رو بهش بده، دمت گرم. مخلصم. فدات شم. به من چی میگن؟ باشه داداش، پوریایی. گوشی رو بهش بده. پوریا. آره. الو آرتین جون. گوشی رو آیفونه؟ نه، کجا میخوای بری الان؟ مثل اینکه بارگیریه، یه سر میریم تا صبح برمیگردیم. بابا تا چی حرفت شده؟ چی؟ بابا تا چی حرفت شده؟ اون خانوادگی بود. پسر خوب، مگه من به تو کار ندادم؟ مگه من به تو نگفتم پول میخوای بگو برات بزنم؟ چه مرگت الان پاشده؟ با من الان رفتم میشه پوریا، بهش میگن پوریا. ندارم. پوریا هر کی که بابا این معروفه، بهش میگن شوتیا. کله پاش میکنم خودت اونو نفهمین از کجا خوردینا. داش من خودم شوهرمم تو وزارت چیزه، تو وزارت کشوره. من با وزیر و وکیل و رئیس جمهورش در ارتباطم. خب وزارت کشورم کم نیست، نگران نباش. آقا کاری ندارم با این. الان اینو کی بهت معرفی کرده؟ خودم باهاش آشنا شدم. این معروفه اصلا تو نعمت آباد معروفه، کت خداه. تو نعمت آباد معروفه، کت خداه اونجاست، گادپوری. هر کسی که هست بگیره منم نیستم. چه خوش میشه. خب آدم کسخل و عرازل و باش و اینا ایشونوشت گرفته با اونا. آقا این کاره بوده، مامانت این کاره این الان چه ربطی داره؟ من یه بارگیری کنم الان 1 میلیارد سود داریم ما با پوریا. وایسا بگو الان سودو الان گادپوری بهت میگه چقدر؟ گوشی؟ الو سلام. جان مخلصم. پولمول الان که هنوز نرفتیم بزرگ. اول مرام بعدم پول. این الان به چه دردت میخوره؟ این آماتوره، یاد میگیره. میگم به چه دردت میخوره؟ میخوام یاد بگیره. یاد بگیره چی کارش کنی؟ کار کنیم با هم. بابا این کاره نیست اصلا آدمش نیست بخواد این کاره باشه. من خودم اول تو کار بیزنس بودم راستیت، ولی خب ضربه خوردیم و دیگه اومدیم این طرف سود داره. این کاره میخواد بهش ماشین بدی دیگه. حالا یا صرفا ماشین، حالا هرچی. چطور؟ میخواد در کل کار کنه دیگه، منظور من اینه. آره میگم این به دردت نمیخوره اصلا. این واسه این کار اصلا ساخته نشده. باشه بعدا تماس میگیریم. خداحافظ. گوشی رو بهش بده. مرسی. الو
بابا این طرف اصلا این چیز نیست، آدم سالمی نیست، بیا این ور به سر خوب. نه بابا گادپوری اوکیه. داداش من الان با طرف صحبت کنم میفهمم، خواهر مادر طرفم میفهمم چی کار است. این میبره اونجا دهن من سرویسه، پاشو بیا این ور. بابا من کار برام پیش اومده، من باید برم جایی، بیا صحبت میکنیم الان با هم دیگه. ببین این دیگه راه برگشتی نداره، الان من رفتم توش. نه راه برگشت داره، تو الان بگو من برام کار پیش اومده باید برم خونه، بیا پیش من هر چقدر اون میده من تو براش همین الان برات میزنم. ببین دیگه الان تو جاده ای ما داریم میریم بار بزنیم، نمیشه بگم برگرد. الان زنگ میزنم خونه‌تونو. شماره خونه رو مگه داری؟ بله دارم. خوش به حالت. وقتی زنگ میزنم خونه دوباره میگم ها. باشه. الو. 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 داری صدامو؟ آره. زنگ میزنم بابات الان میگم ما برگشت سری کارت باشه دارم. بذار من خودم به بابام زنگ میزنم میگم دارم میرم بندر. نمیخواد زنگ بزنی، برگرد، من الان زنگ میزنم بهش، برگرد پیش من کارت دارم. راه بر من بابا من میدونه شوتی دارم میشم. خواهی چیو بهش بگی؟ گفتم این برگردم با تو کار دارم. من گفتم این 1 میلیارده، اصلا نگفت، اصلا هیچی نگفت، فقط برو. فقط برو من نبینمت. 1 میلیارد واسه چی باید به تو بده اصلا؟ واسه چی میده کاری دیگه می‌کنی؟ چی کار شوتی. کردی؟ آقا گادپوری معروفه، بهش الکی آقا، نمیگن میگم واسه چی خداپوری. باید به تو پول، جواب سوال منو بده، واسه چی باید به تو پول بده؟ چرا پول مگه تو چی نده؟ کار کردی؟ مگه تو چی کار کردی؟ من راننده‌ام، میرم اونجا بار میزنم میارم. راننده کنم من شوتی خودم بار میاره الان، من 5-6 تومن بیشتر پولش نیست این کنن از بنده اصلا اینجا تو بیاد. بی انصافی، بهشون کم میدی. من چی؟ تو بی انصافی، اول کم پول میدی بعد این بارش خاصه. برگرد آجی، نذار بگم تو را بگیرن تا. ای بابا لومون ندی به حالا. خدا میگم سر راه اولی پلیس رو بزننت فقط. ماشین رو که نمیشناسی. ماشین رو نمیشه، خودتو که میشناسم. من ماسک زدم. چی کردی؟ ماسک زدم ماسک. هر جای دنیام که بری با موبایل لوکیشنتو میزنم خیلی راحت بشه. آقا ما رو یکی دیگه موبایلتو بندازی بره. دم عوارضی ما رو بگیر. برگرد. دم عوارضی منتظرتم اونجا باید سلام علیک کنم. آجی من تو هم چیزی نکن، برگرد. باشه آقا کاری نداری؟ الان داری برمیگردی؟ آره. الو. منتظرتم. باشه. برمیگردی یا؟ باشه. برگرد تو صحبت میکنی، من میرم اوکی تو خودم بهت ماشین میدم برو باش کار کن دیگه. باشه. آقا باشه. بذار من باشه. خداپوری رو میپیچونم میام. باشه. باشه. اصلا میام پایین نازیاباد صحبت میکنیم. باشه. من با ماشینم. باشه. بهم زنگ بزن، منتظرتم بگو کجایی بیام پیشت. اوکیه. منتظرتم ها. باشه دیگه گایدی. باشه خداحافظ. وای چقدر خنده، خیلی خیلی بچه بد